وزیر فرهنگ عراق چه سنی هم بوده یک نامه نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه امینی، شما که تمام عمرتون را در راه علی علیه السلام گذاشتید، حالا اون علی گذاشتید، من یگانه فرزندم مریض شده، دندوناش کلید شده، الان پا به قبله است، اطباء هم مایوس شدن، این علی شما میتونه کاری بکنه. اما ایشون کاغذ گرفت، زیرش نوشت بسم تعالی امیر خداوند به برکت امیرالمؤمنین فرزند شما را شفا داد. چه شفا داد؟ آقا چقدر آدم باید پشتگرم باشه این حرفا بزنه که ببر نامه رو ببر. حالا مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت چقدر طول میکشید که نامه رو ببرم بالا سر مریض دیگه، افتاده داره میمیره، دندونا کلید شده، از این بر لباساشو پوشید، اما باشه گذاشت، مشرف شد حرم، رفت روبروی امیرالمؤمنین ذریح آقا امام عالمیان ایستاد، گفت آقا قربونت برم، من یه حواله فرستادم روسیه هم نکنی. نامه رسید بالا سر مریض، مریض پاشد نشست، آقا من آب میخوام، نون میخوام. اینا کیان دور من جمع شده؟